از تعلیم عقیده ام در حیات آموختم که خرسند ساختن مردم آرزوی است که درک کرده نمی شود. آره، راضی ساختن مردم هرگز امکان ندارد، زیرا درک و فهمشان بسیار کوتاه است و عقلشان تنگ است. هوا و نفس را پیروی میکند. راضی کردن مردم امکان ندارد. پس کی را راضی میکنی؟ الله جل جلاله را راضی گردان کفایت است. یک مرد همراه پسرش خر با خود داشتند. از نزد قوم می گذشتند. پدر خر را سوار شد و پسرش را پیاده گذاشت. در راه می رفتند. مردم دیده گفتند چقدر پدر بی رحم و بی انصاف بوده است. خودش سوار اما پسرش را از پسش پیاده گذاشته است. در این هنگام خودش از خر پایین شد و پسرش را سوار کرد. پس به نزد قوم گذشتند. آنها گفتند این فرزند عاق شده را ببینید، خودش سوار است و پدرش از پسش پیاده. پس هر دویشان یک جای سوار شدند. به نزد قوم گذشتند. آنها گفتند این بدکاران را ببینید، بیچاره خر را از برداشتش زیاد بار کرده اند. پس هر دویشان فر آمدند و پیاده رفتن گرفتند. به نزد قوم گذشتند. آنها گفتند چه انسانهای احمق و غافلی هستند. الله این مرکب را برایشان مسخر کرده است. اینها باشند خر را به بار گذاشته خودشان از پسش پیاده می روند. و اگر حق از پی هوسهایشان می رفت، آسمان ها و زمین و هر کی در آنهاست هلاک می شد. کی را راضی می کنی؟ الله را راضی کن بس است. شخصی که الله را از خود راضی گرداند برای غضب مردم، الله از وی راضی می شود و مردم را نیز از وی راضی می گرداند. و شخصی که مردم را از خود راضی گرداند به غضب الله، الله بر وی غضب می کند و مردم را نیز بر وی غضبناک می گرداند. درست نیست اطاعت مخلوق در معصیت خالق، اما خشنود گردانیدن خالق امکان دارد، بلکه واجب است، زیرا راه الله یک است، دینش یکتا است. و این است راه راست من، از آن پیروی کنید و بر راه‌های گوناگون مروید که شما را از راه الله پراکنده می سازد. شیخ عمر در کتابش قصه ای را نقل می کند که به همین نقطه مناسب است. می گوید یک دخترک خرده از مکتب گریان و نالان با غم و اندوه نزد مادرش می آید و مادر سببش را می پرسد. دخترک می گوید معلم من را تهدید کرد که اگر یک بار دیگر به همین خیل سطر و لباسهای دراز مکتب بیایی بعد می بینی. مادر می گوید ولیکن این لباسهای است که الله جل جلاله می خواهد. دخترک می گوید لیکن معلمه ام نمی خواهد. مادر می گوید معلمه نمی خواهد ولکن الله می خواهد. پس کی را اطاعت می کنی؟ همان ذاتی را که تو را آفرید و صورت زیبا داد و نعمتهای فراوان داد، یا مخلوقی را که یگان فایده و ضرر رسانده نمی تواند؟ دخترک گفت الله را اطاعت می کنم، هر چی شد شدن گیرد. و روز دیگر دخترک لباسهای درازش را می پوشد و سطرش را کرده به مکتب می رود. و وقتی که معلمه او را می بیند، در حالی که او از تهدید و فشارهای معلمه نمی ترسید، بعد از سخنهای پست و بلند معلمه به گریه و ناله علمدار شروع کرد و آب دیده اش را پاک کرده گفت قسم به الله نمیدانم کی را اطاعت کنم، تو را یا کی وی را. معلمه گفت وی کی است؟ گفت اللهی که من و تو را خلق کرد، من و تو را صورت زیبا داد، یا تو را که چه خیلی که میخواهی لباس پوشم و الله را به غضب بیارم، یا او را اطاعت کنم و تو را نافرمانی کنم؟ نه نه، او را اطاعت میکنم. معلمه دهشت زده شده خاموش ماند. آیا با کودک گپ میزد یا با یگان راهنما؟ پند شنید که دیگر خاموش ماند. و همان روز معلمه مادر دخترک را دعوت کرده گفت در حقیقت دختر شما من را نصیحت کرد که یکم بار در حیاتم شنیدم. من توبه کردم، به سوی الله بازگشتم. من به الله شرک آورده بودم و دختر شما فهماند که من کی هستم. الله چنین مادران را همچون تو تربیتگر جزای خیر دهد. هرچی زودتر ما باید الله را از خود راضی سازیم و باید بدانیم که سخن حق به دل تأثیر می رساند. اگر سخن از قلبی که ایمان دارد خودش عمل می کند باشد اثر دارد، اما اگر از قلب پاک نباشد و از نیت خالص نباشد هرگز تأثیر رسانده نمی تواند. و اگر از اکثریتی که در این سرزمینند پیروی کنی تو را از راه الله گمراه سازند
زیرا جوز از پی گمان نمی روند و جوز به دروغ سخن نمی گویند. هرچند تو به ایمانشان حریص باشی، بیشتری مردم ایمان نمی آورند. فجزاك الله من مربية خيرا. وهنا أقول يا أيها الأحبة، ما أحوجنا